اکا سلام علیکم سلام علیکم چخیل اکا اکا چخیل سلامتی اکا اکاتون در خونه مادرتون حجتوی با من پیش رفیق سردار شما نه سلامتی خما یگون گناه ندارم رفیق سردار من میارو 80 رفیق سردار همین و چی خطوگی کردیم که مرمان کردی خودت شد هم آروم یگون پرابلم نیست پاساژیران چی اویست اومده استادم اکا اویست اومده اکا پاساژیران محترم شما میتونید که اویست در جای خودتون شید من برونم گپ دارم تمام یا برادرای ما وقتی که برادر کی میفروє برادرو میفروین اکا یگون پرابلم نیست اکا اکا احترام من خوش میگم حجتو رو پیشش نکن اکا ما اینا یگون پرابلم نیست حجت ما 100% ما راست میریم راست میریم خب میبخشی من صورت با سیرتتون تغییر نمیده نه برادری خیلی نمیشه صورت دیگر سیرت دیگر تمام اکا سلامت باش اکا جون گپ نزن الا بای ما چی باکا چی بقى سیر گپ تو چی بقى بسیار گپ بزنی ها خیلی ماب کدی آخه خواهش میکنم اکا جون اکا یگو بسیار گپ نزن ما گپ ما گپ زدم آخه شما شینتون آخه ما شمال خوریم رو اومدیم رفیق سردار در لب دریا ورزا بخورم شما گپ بزنید دیروز یک تا دیگه شما کردم روی تامر طلب بود من میگم حجتو کردیم میگه که اگر ما حجت می‌داشتیم به همین راه میگشتیم خیر راست آخه همین گپ می خیر راست اکا خیر راست کو با یک تا دیگه دیرم مسخره با مسخره میکنن میگم تو همین چراغک سرخ ندیدی میگه چراغک سرخ دیدم یک کماندر یکی شما رو من ندیدم خیلی همین خیلی مشکل نه که ما مردم یگان گناه نداریم راستی که رفیق سردار ما همیشه پدرمون ما را نصیحت کرده که در روی راست بیا که ما یگان پرابلم نداریم اکا جون ها که التماس خواهش میکنم برادر عزیز ما کور داریم خونه برادر بریم با تیز میایم اکا تو نوشیدگی وجدان انسانی من نمی‌نوشم اکا رفیق سردار حیاتش ده شیشه را خمیدگی نیست رفیق سردار ما نوشاکی و سپریت را عموما با پیش دهن من نمیبرم وجدان انسانی ما نمی‌نوشم اکا ما طبیعتا رو خیلی کردم از دهنت بوی عرق اومده است وجدان انسانی نمی‌نوشم اکا ما بزرگ سوداگرم خطی همین مشتری صحبت میکنه چک میکنه اکا ما فقط هم خیلی گپ بزنیم وقتی که خطی مشتری رو گپ بزنیم دهنمون گرم میشه عرق میکنه